میشه از اینجا آغاز کنیم که تابلت چی است اصلا و چی ترکیبی در خود داره؟ از جمله موادهای توهمزاست. اینا از جمله به نام مواد کاتین و در خود موادهای توهمزا را ترکیب خود داره که بیشتر وابستگی شدید روانی را ایجاد میکنه نزد فرد. یک احساس نزد کسایی که مصرف میکنن به این که یک تابلت از قدر آسیب نداره، اما آسیبش بیشتر و بیشترتر است نسبت به دیگه مواد همچنان. دکتر صاحب چی عامل باعث میشه که یک جوان، مخصوصا در جامعه ما بدبختانه که میبینیم اکثرا جوانان است که از تابلت استفاده میکنن، چه عامل باعث میشه که یک فرد به طرف استفاده از تابلت میره؟ همچنان دوستان نقش عمده را داره بازی میکنه، محیط است و دسترسی آسان به مواد مخدر است. با نام یاد خدا. سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به پادکست نبض زندگی از دریچه فراز. دوستای عزیز، امروز در مورد یک چیز کوچک صحبت میکنیم. یک ماده‌ای که کوچک است، نام کوچک داره، ولی در عقبش خطرات، اضطراب‌ها و ویرانی‌های زیادی است که زندگی انسان را به تباهی و ویرانی میکشه و این ماده کوچک تابلت است. امروز با مهمان عزیز خود در این مورد صحبت میکنیم که تابلت چی است، استفاده از تابلت چه خطرات را برای جوانای ما داره، چرا جوانای ما به استفاده از تابلت رو میارن و اگر استفاده از تابلت را توقف ندن با چی عواقب در آینده مواجه هستند. تمام از این موضوعات را امروز با جناب دکتر صاحب احمد تمیم سنجانی صحبت میکنیم، کسی که روانشناس هستند و سالهای زیاد میشه که با معتادین در مرکز ترک اعتیاد کار میکنن و تجربه دارن. سلام جناب دکتر صاحب، خوش آمدین به پادکست ما. سلام عرض ادب خدمت شما پرسا صاحب گرامی. خوشحال هستم که در پادکست تحت عنوان نبض زندگی که توسط دریچه فراز ترتیب داده شده تشکر میکنم که دعوت کردین. تشکر دکتر صاحب. موضوعی که قبلا هم یاد کردم میخوایم در موردش صحبت کنیم تابلت است. میشه از اینجا آغاز کنیم که تابلت چی است اصلا و چی ترکیبی در خود داره؟ خب تابلت قسمی که از نامش ویداست، یک نام اختصار شده برش ترتیب دادن به نام که، اکثرا تابلت های که میگن. از جمله موادهای توهمزاست. اینا از جمله به نام مواد کاتین و در خود موادهای توهمزا را ترکیب خود داره که بیشتر وابستگی شدید روانی را ایجاد میکنه نزد فرد. یعنی انسان از دایره حقیقت دور می‌داره و در پهلوی از او یک خوشی کاذب بر خود فرد ایجاد میکنه. دکتر صاحب، چیزی که بسیار جالب است، چرا ای خود در ترکیبش مواد مخدر است شما هم گفتین، چرا ای را به شکل تابلت ساختن؟ خب قسمی که دیده باشیم چندین سال قبل وقتی که کسایی که مواد مخدر مصرف میکردن در اون زمان رایج بود تریاک و یا هم هیروئین که به اصطلاح عام پودر برش میگن. در اون زمان وقتی که یک فرد که بخواد مصرف کنه، طبعا کسی که تریاک مصرف میکرد یک پیکنیک می داشت، یک سیخ می داشت و یک لایتر نزدیکی می بود که هر جایی که نیشگی و خموریش می آمد مجبور بود هم چیزا رو باید بر خود تهیه میکرد. به خاطر از این مافیای مواد مخدر این آسانتر ساختن مصرفش و دسترسیش آسانتر ساختن که با خوردن یک تابلت نه کدام پیکنیک ضرورت، نه کدام لایتر، نه کدام چیز دیگه، با یک نوشیدن چای دوامدار او مصرف میکنن و چیزی که دسترسی آسان بر زور مروش ساختن. پس میتونیم گفته که شکل صنعتی مواد مخدر از در حقیقت شکل صنعتی شده مواد فعلا رو به افزایش است که از جمله خود تابلت که یکی از امو مواد صنعتی شده است. یعنی به گفته شما در گذشته اگر انسان مواد مخدر استفاده میکرد باید امو ابزار مخصوصش می بود، مثلا لایتر می بود که آتش میکردن یا زرورق و اینایی که ما شما دیدیم. بله. در تابلت که هیچ چیز نیاز نیست. فقط شما یک تابلت است رو نوش جان کنین. بله.
شما در را. حقیقت یک احساس نزد کسایی که مصرف میکنن به این که یک تابلت از قدر آسیب نداره، اما آسیبش بیشتر و بیشترتر است نسبت به دیگه مواد همچنان. جناب دکتر صاحب، در ترکیب از این تابلت ها کدام مواد است میشه در این مورد بر ما کم معلومات بدین؟ در کل قسمی که قبلا گفتیم مواد توهمزاست که از جمله ترکیبات بیشتر داریم میتامفیتامین که به اصطلاح عام به نام شیشه که از اونم ترکیب داره و همچنان هیروئین ترکیباتش بیشتر است که از اینا را به شکل سنتی تر ساخته میرن، به شکل قرص تابلت ایر آوردن. توهمزا به خاطر میگن که وقت زمانی که فرد وابستگی شدید روانی و رفتاری برای خود مواد پیدا کرد، در روز زمان دچار توهمگویی میشن. توهم ممکن توهم در دیدار برش پیش بشه، ممکن توهم در شنیداری باشه، ممکن گفتاری باشه. در کل یعنی از عالم حقیقت دور میرانه فرده، یک خوشی کاذب برش میده. توهم به مو اصطلاح عامش اگه ما بتونیم بیان کنیم که بیننده ها به شکل عام رو بفهمن، بله. وقتی از عالم حقیقت به خاطر میگیم چیزی که حقیقتا وقتی اگه ما او رو ببینیم در کل او یک حقیقت است که همه بالای باور داره. اما وقتی که کسی که وابستگی شدید روانی به تابلت که پیدا میکنه، یک توهم میگه، یک چیزی رو میگه که ما در همینجا مشنوم یک صدا را، در حقیقت ما و خودت رو نمیشنوم، اما کسی که وابستگی شدید روانی رو میشنوه. در حقیقت او توهم است برای خود فرد. و یا هم میگه من همینجا یک فرد میبینم باش سخن میگه، گپ میزنه، وقتی که ما میبینیم کسی وجود نداره. در حقیقت هم توهم دیداری است. همین شکل به توهم ادراکی بعضی اوقات احساس میکنن که در بدنشان کدام چیزی وجود داره، یا به اصطلاح عام یک چیز است که روی مغز از اینا راه میره. اونطور احساسای میداشتیم که توهم به اون خاطرت که عالم حقیقت دور میکنه. یعنی این احساس بعد از استفاده تابلت اینا پیدا میکنن؟ بله، استفاده که مکررن که استفاده میکنن یک نوع وابستگی شدید ذهنی و روانی و رفتاری برشان که پیش میکنه، در اون زمان باز بیشتر میشه. این افکارهای توهمگویی یا شنیدن و یا دیدن در کلی را برشان پیش میکنه، یعنی بعد از مصرف مکرر. اینطور دکتر صاحب کدام محدوده مشخص است که مثلا یک فرد بعد از استفاده چند دانه تابلت معتاد میشه به این تابلت ها، یا ای که اما یک بار یک تابلت استفاده کنه شخص اعتیاد میشه؟ خب ممکن تفاوت‌های فردی وجود داره. ممکن آسیب پذیری یک فرد نسبت به یک فرد دیگه فرق داشته باشه. یک فرد با مصرف مثلا چند تابلت، یک دو یا سه تابلت به شکل مکرر مصرف میکنه، وابستگی شدید روانی برش پیش نشه. اما مثلا اینا باز بحث عوامل پیش میشه که چگونه یک فرد میره به طرف مصرف از اینا و کدام عوامل تاثیرگذار است. طبعا بحث ژنتیک پیش میشه. اگر یک فرد به اساس وراثت اگر بگیریم، اگر فرد پدر از اونا مثلا وابستگی شدید روانی نسبت به یک ماده دیگه هم داشته باشه، اینا رو زودتر میگیره، جذب میکنه. جوانا فعالتر است، ذهنشان فعالتر است و قدرت تصمیم گیری به شکل بالا ندارن، به طوری که باید اینا رو تمام جوانا به یک قضیه را اونا درک کنن بعدن تصمیم بگیرن نمیتونن. به اون زمان است که اینا زودتر درگیر میشه. هر قدر زودتر مثلا اینا به شروع به تابلت کنن و اون پیمانه به شکل سریعترش اینا وابستگی شدید روانی پیدا میکنن. پیمانی اونطور قید نیست که یک تابلت یا دو تابلت، ممکن به اساس یک تابلت بره. این تفاوت‌های فردی در افراد وجود داره. بله، نظر به امو سیستم وجود هر انسان فرق میکنه که یک تابلت یا چند تابلت استفاده کنه فرد معتاد شود. دقیقاً. دکتر صاحب چی عامل باعث میشه که یک جوان، مخصوصا در جامعه ما بدبختانه که میبینیم اکثرا جوانان است که از تابلت که استفاده میکنن، چه عامل باعث میشه که یک فرد به طرف استفاده از تابلت که میره؟ خب در نخست بیشترین چیزی که وجود داشته و آمارایی که ما از مریضا داشتیم و مصاحبه‌ای کردیم دیده شده به شکل اول به شکل تجربی بوده یا تفریحی بوده.
به این شکل آمدن اینا یا به تفریح ها رفتن استفاده کردن و یا هم به شکل از که بگیم یا تجربه کنیم که چی هستی، چه نوع مواد است، درگیر ازی شدن. بعدن عوامل خانوادگی داخل است. بعد مشکلات خانوادگی سبب میشه که یک فرد بره به طرف مصرف تابلت که و یا هم فشارهای روانی است، استرس های زندگی نقش فعال خود داره. بعد بیماری های روانی است، از جمله بیماری استراب و افسردگی اینا داخل است. همچنان دوستان نقش عمده را داره بازی میکنه. محیط است و دسترسی آسان به مواد مخدر است. یعنی عامل دیگه که خیلی نقش داره و متاسفانه بعضی جوانای ما ناحیه رنج میبرن بیکاری است که سبب میشه این عوامل فرد وابداره بره به طرف مصرف تابلت که. یعنی که یک فرد استراب میگیره یا که بیکار میمونه، این تابلت که در دسترسش است، به بسیار آسانی در دسترسش است، میره استفاده میکنه و بس تو استفادهش میره. بله، قسمی که اونا بیکار هستن، فشارهای شدید روانی بالای اینا فشار میاره یا استراب میگیرشون یا هم میرن به طرف فاز افسردگی. بعضی دوستا را پیدا میکنن که چی چاره چی است، من چی کنم که من بتونم از این حالت خود دور کنم. میگه بگین تابلت نوش جان کو، بعد از این نه کدام درد است، نه کدام تشویش است، نه کدام بیکاری، در حقیقت تمام لذت میبینی. در حقیقت این امون لذت نیست که به شکل طبیعی دیده باشه، این لذت کاذب است که زودگذر است. اینا را یعنی به پای امو قدمه های یعنی نابودی کشانده میره، نزدیکشان ساخته میره. ما میخوایم بفهم دکتر صاحب که زمانی که یک فرد تابلت کار استفاده میکنه، نوش جان میکنه، چی مکانیزم در مغز از این اتفاق میفته که این فرد چی رقم معتاد میشه، چطور لذت میبینه؟ میخوایم این رو بفهم. خب در حقیقت در مغز هر انسان یک غده است به نام دوپامین. در حقیقت امو غده است که بر ما پاداش میده، لذت میده به شکل طبیعیش. این قدرت خود پروردگار است که امو را آفریده. وقتی یک فرد تابلت که مصرف میکنه، استفاده میکنه ایره، در حقیقت امو دوپامین از امو پیمانه طبیعی خود بالاتر میره، افرازاتش افراز میشه به پیمانه بیشتر، لذت بیشتر میده به فرد. یعنی 2 چند و 3 چند و 4 چند میسازه امو لذته. به این حالت امو یک حالت سرخوشی خیلی بیشتر بر خود فرد ایجاد میکنه. این باز علائم وجود داره که در هنگام مصرف امو در حقیقت امو خوشی، خنده خیلی بیش از حد، بیداری، اصلا اینا خواب نمی داشته باشن و در حقیقت امو لذت هایی که وجود دارد در عالم بی خودی، هر کاری که انجام میتن در کنترل خودشان نیست. یعنی تمام رفتارهایی که انجام میتن در حقیقت در اختیار خود از اینا نیست. و بعد از این که آیستا اینا درگیر میشن و وابسته میشن، باز بعداً امو حالت های حس بدگمانی، حس حقارت، حس گناه، پرخاشگری خیلی شدید، بی‌حوصلگی خیلی شدید، بیخوابی خیلی شدید به وجود میاره و آهسته آهسته که مصرف از اینا بیشتر شوه، طبعا دفعات اختلالات شدید روانی هم میرن اینا. جناب دکتر صاحب، قسم که شما قبلا گفتین که یکی از عوامل رفتن جوانان به طرف استفاده از تابلت کی است که در زندگی خود استراب می داشته باشن یا استرس های زندگی بالایشان غلبه میکنن و اینا میرن به طرف استفاده از تابلت که. و این کسایی که استراب دارن مثلا مراجعه میکنن به یک دکتر یا روان درمان، به اینا بعضی از تابلت ها یا قرص های را توصیه میکنه. یا بعضی کسایی است که به گفته شما خواب ندارن، بله، اینا از دوای خواب استفاده میکنه. اینا چقدر میتونه که زمینه ساز باشه تا ای که فرد وقتی که استراب یا استرس سرش برن به مصرف تابلت که؟ خیلی سوال خیلی خوب پرسیدین. ممکن بعضی از مردم از این ناحیه رنج برن و بعضی سوالات در ذهنشان باشه که چگونه عمل میشه و چگونه کدام وابستگی داره یا نداره.
در حقیقت تمام دوایی را که دکتر صاحبای متخصصای صحت روان تجویز میکنه به یک فرد که او ممکن افسردگی داشته باشه یا اضطراب داشته باشه، در حقیقت اونا تحت نظارت دکتر اگه صورت بگیره، طبعا اونا به اندازه اون دوزش مصرف برای اونا توصیه میکنه به این پیمانه باید مصرف کنن. اگر بدون نسخه دکتر، بدون نظارت دکتر مصرف شد، طبعا وابستگی شدید اونا هم پیش میکنه. هم وابستگی جسمی هم وابستگی ذهنی و روانی برشان پیش میسازه که خیلی خطرناکتر است. ممکن یک فرد به خاطر از اینکه خواب خود تنظیم کنه، بیخوابی از بین بره، خواب نرمال داشته باشه، نزد دکتر مراجعه میکنه، برشان میگه که از طرف شب یک قرص مثلا دوا رو مصرف کنین. اینا به توصیه دکتر مثلا توجه نمیکنه، میگیرن 4-5 تابلت یک جای مصرف میکنن که خوابشون بیشتر شود. این در حقیقت همون وابستگی شدید نسبت به همون تابلت پیدا میکنن. تا زمانی که اون تابلت ها نباشه خواب از اینا نمیاد. دکتر میدونه که نظارت میکنه، میگن در کدام مرحله و پس دوباره دوز مواد کم ساخته میره سرشون که پس دوباره به شکل نرمال اما به شکل طبیعی خواب داشته باشن. در حقیقت تحت نظارت دکتر باشه خوبتر است. در غیر از او وابستگی شدید هم مثل دیگه مخدراتی که هست این وابستگی رو بهشون ایجاد میکنه. یعنی شاید یک زمان برسه که امو تابلت ها به اینا کافی نباشه. بله. امو حس برشان نته. بله. و اینا مراجعه کنن به چیز بالاتر. بله. در حقیقت ما در مصاحبه هایی که یا در جلسات روان درمانی که با مراجعین خود داریم، بعض دلایل پرسیده میشه که چطور تونستی خودت چندین نوع مواد مصرف کنی. ممکن از چرت شروع کرده بود، آمده بود به تابلت، به خود شیشه و همچنین به طرف دیگه زیکاپ. همین شکل یک وقتی که من چرس مصرف میکردم دیگه بر من نشگی نمی آورد. نمیفهمیدم چند به اصطلاح عامه که خود از اونا دارن میگه چند سیگریتی رو که من مصرف میکردم کش میکردم اصلا نشه نمیشدم. من رو آورد به طرف بعضی تابلت ها. بعضی تابلت ها ممکن مریضای داشتیم گفتن که من در طول روز 40 قرص زیکاپ مصرف میکنم و سرم تاثیر نمیکرد. مجبور بودم یک چیز نو پیدا کنم که برام بیاره. رو آوردم به طرف تابلت که همون شکل. وقتی که تابلت که برشان نشگین و میرم به طرف یک مصرف دیگه که ادو که قوی تر باشه، میرم مستقیم به طرف مصرف شیشه یا همون امفیتامین. یک چیز دیگه که اکثرا شنیدیم از دوستا که قبل از اینکه استفاده از تابلت که شروع کنن امی تابلت زیکاپ استفاده میکنن. در مورد از اگر معلومات بتین دکتر صاحب، یا یک تابلت قانونی است فروخته میشه یا ای که مثل تابلت که ای هم مواد مخدر است؟ خب در حقیقت زیکاپ همون نام تجاری است. در حقیقت هم دکتر صاحبای صحت روان که تجویز میکنه تحت عنوان پروگابالین به خاطر اختلالات اضطرابی بیشتر اینا رو برشون توصیه میکنه. او قانونی است، اما این به این معنی نیست که وقتی که یک تابلت برش افاده میکنه که قانونی است باید مصرف شود در دواخانه فروخته شود و دکتر صاحب او رو توصیه میکنه. این قانونی بودن از این را مثلا تفهیم نکنه بعضی افراد که این مصرف از این کدام مصرف بیشتر از این هم وابستگی پیدا نمیکنه. در حقیقت بیشتر آن گفتیم اگه تحت نظارت دکتر صورت بگیره با اون پیمانی دقیق شو برشون میگه که دینی دوز مصرف شود. اما متاسفانه فعلا در اکثر دواخانه ها مثلا اینا به شکل عام فروخته میشه بدون نسخه. وقتی بدون نسخه شد طبعا تابلت های هست که در حدود 150 میلی گرم و 300 میلی گرم اینا هم دو نوع تابلت است. همین پروگابالین که نام تجاری زیکاپ و به این پیمانه بیشتر ساخته میرن مصرف شه. جناب دکتر صاحب، کدام قشر از جامعه بیشتر در معرض اعتیاد هستند یا در معرض استفاده از تابلت که هستند؟ آیا قشر طبقه خردسن ما هم هستند یا یکی هم اکثرش یا تمام جوان ها است؟ اکثرا دیده میشه قشر جوان ما آسیب پذیری بیشتر داره، اما قشر نوجوان ما همچنان آسیب پذیری است و بیشتر بیمارایی که ما داریم در حوزه ترک اعتیاد میبینیم از سن 10 سال 11 سال الی 14 سال هم وجود داره. طبقه نوجوان اونام
اکثرا تاریخچه مصرف زیکپ و تابلتکه را با خود دارن. در کل دکتر صاحب میشه بگین که تفاوت یک فرد که تابلتکه استفاده میکنه با یک فرد معمولی در چی است؟ یعنی علائمی که فرد بعد از اعتیاد به تابلتکه یا مواد مخدر دیگه پیدا میکنن چی علائمی است که اونا پیدا میکنن؟ خب یک فرد که نرمال باشه و مصرف مواد مخدر نداشته باشه، او فرد میبینیم تصمیم گیری خیلی درست داره، با وقت منظم میرن به طرف کارش، درس و تحصیل خود به شکل منظم ادامه میده، روابط خانوادگیش خوبتر است، فشارهای زندگی را میتونه به شکل درستش مدیریت کنه، همچنان سبک زندگی خیلی خوب و سالم داره. در پهلو میبینیم یک فرد که وابستگی شدید روانی نسبت به مخدرات و تابلت های نشاور رو آورده، از جمله تابلتکه یا زیکپ، میبینیم پرخاشگری خیلی شدید دارن، بیخوابی خیلی شدید دارن، استرس های روانی را درست مدیریت کرده نمیتونن، سبک زندگیشان برهم خورده است، روابط خانوادگی از هم پوشیده است، شک و بدگمانی بالای اعضای خانواده بیشتر دارن، درس و تحصیل خودان را ترک میکنن، با وظیفه به شکل درستش رسیدگی کرده نمیتونن، ممکن در بعض مواقع حتی ترک شغل صورت بگیره. از جمله که ببینیم به تمام یعنی کارهای روزمره زندگی خود در حقیقت اینا به برنامگی شدید را حس میکنن، از اینها رنج میبرن. جناب دکتر صاحب، وقتی که یک فرد تابلتکه را استفاده میکنه و معتاد میشه به تابلتکه، چی علائم خود از این آیا درک میکنه علائم اعتیاد را که مثلا با خود بگه که من معتاد شدم دیگه؟ آیا خود فرد درک کرده میتونه و قدرت تصمیم گیری را میداشته باشه؟ در حقیقت هر فرد یا هر بیمار اعتیاد به مواد مخدر در زمان از اینکه وابستگی شدید روانی پیدا میکنن، هیچ وقت نمیپذیرن که من مصرف کننده هستم. هیچ زمان نمیپذیرن. هر زمانی که بپذیرن و به او تعقل و تفکر برسن که من یعنی وابستگی شدید نسبت به این ماده پیدا کرده، نسبت به این مواد، او زمان تصمیم به ترک میگیرن. ما در حقیقت در مراحل تغییر ترک اعتیاد داریم، یعنی پری کانتمپلیشن، یعنی قبل از تفکر. در این مرحله یعنی قسمی که شما سوال کردین، مریض در این حالت است، اصلا نمیپذیره که من مصرف میکنم، با وجود از اینکه فامیل شاهدی میده که اینا قرصای تابلت نزدیک پیدا شده، پرخاشگری دارن، رابطه خانوادگی رو برهم زدن، اما یا میگه نه خیر، فامیل اشتباه میکنه، من جور تیار هستم، کدام مشکل ندارم. من بعد از جلساتی که ما داریم امروز اینا صورت میگیره، بعدن یا میرن در مرحله کانتمپلیشن، یعنی مرحله تفکر، یا در تفکر منازیم خود مریضه در حقیقت امو چیزایی که داشتن قبلا و چیزایی که دارن فعلا، قبلا چگونه عمل میکردن نسبت به زندگی فعلا در کدام حالت هستن، در حالت یک مقایسه قرار میتیم، اینا پیدا میگیرن، میبینن در این زمان آهسته آهسته در تفکر میفتن که ما چی چیزا را دست دادیم و فعلا در کدام حالت هستم. بعدا از این حالت میاریمش در حالت آمادگی یا پریپریشن، حالت آمادگی. خود فرد آهسته آهسته آماده میشه به خاطر تغییر. دیگه مرحله میپذیرن که بله من مصرف میکردم، باید من چی کار کنم؟ اون زمان برام میگه من چی کار کنم برای فعلا؟ بله من مصرف میکنم. من خودش شاهدی بالای خود میده که بعضی مواد دیگه همچنان دیگه حکایت کرده میره و بعدن در مرحله اکشن، یعنی اقدام قرار میگیرن که میگه من میخوام بستر شم. در این مرحله است که بستر میشن. این مرحله باز به این شکل بستر شدن، به این شکل تداوی باز خیلی سودمندتر است، به خاطر مرحله وار مریض از حالت قبل از تفکر در مرحله آمادگی آوردیم و اقدام به ترک میکنه خود مریض. بسیار جالب است. امو فرد در حالت می باشه که دیگه امو گپ خود قبول داره و خلاص میگه من استفاده کننده نیستم و بخش مشکل کارم کار شماست که چطور اونا را متقاعد میسازین که بپذیرن که مواد استفاده میکنن. شما چی رقم جلسات هم را اینا میگیرین دکتر صاحب و چطور اونا را متقاعد میسازین که مواد مصرف میکنن؟
خب وقتی یک مریضی که نزد ما میایه سوال میپرسیم که در حقیقت سلام علیکم میگیم، خوش آمدگویی برش میکنیم. میبینیم ما بعضی پرسشنامه ها نزد خود داریم، از این که بفهمیم یک فرد بعضی خصوصیات ظاهری از خود به نمایش میگذاره که یک فرد معتاد نباشه یا به اصطلاح هم میگه مصرف کننده است، در حقیقت همون یک بیمار اعتیاد هستن. بله. اینا ببینید که لباس های مثلا در هم و بر هم پوشیدن، با وضعیت ظاهریشون خیلی ژولیده، میبینید که وضعیت موهای از اینا، گپ زدن از اینا، ببینید اکثرا زبان از اینا با هم بند میشه، وقتی کن صحبت میکنن و یا هم حاشیه پردازی میکنن، سوال یک چیز میکنن میرن به دیگه طرف. اگر دفعات شدیدترش باشه بعد ما پرسشنامه های وضعیت روانی از اینا رو بررسی میکنیم. سوال میکنیم که در امروز چند شنبه است، این که امروز شنبه است، این که نمیفهم کدام روز است، تاریخه. و بعضی ما ارقام ها داریم میگیم که از 10 به 0 برعکس بشمار، میتونه نمیتونه. یک فرد که دولت نرمال باشه میتونه. بعد از اونا میبینیم برشان میگیم که خوب چی کار کردی که اینجا آمدی تو؟ طبعا اونا میگن که بالای من فامیل شک کرده و میگه که این معمول نمیکشم ما. خوب میگیم در حالت هستی که برای فعلا مرا آوردن که به سر بسازن. خوب دلیل چی از های گاهی اوقات مصرف داشتی، میبریمش بعد تو به دوران کودکی. از کودکی همیشه که آهسته آهسته بعضی چیزا رو ناخودآگاه یا خودشان بیان میکنن و نمیدونن. یعنی چند از قبلش به یک شکل پاسخ دادن که ما مصرف نمیکنم و بردن بعد میگه برای چند پیر من چکر رفته بودم دموجه یکون دو چرس مصرف کردم، دیگه یک شب نشینی بود توجه یک چیزی دادن تابلت وری دیگه بعدن خوش بودم دیگه آهسته سرگپ میان اینا. یا تا وقتی که اینا رو یعنی درکش کرده نمیتونیم، همدل نشیم با اینا، هیچ وقت کنار آمده نمیتونیم. فامیلا متاسفانه عدم آگاهی فامیلا هست که چگونه با اینا برخورد کنه. امی عدم آگاهی سبب میشه که روابط خانوادگی در بیشتر خانواده برهم بخوره. پس شما یک برخورد بسیار محترمانه دارین با اینا و هیچ فشار و جبر در کار نیست. بله بله دقیقاً. در حقیقت یعنی ما همدل میشیم با اونا، همدرد به خاطر شده نمیتونیم که دردی که او داره چی جسمی چی روانی مو رو احساس کرده نمیتونیم. همدل شده میتونیم، میبینیم که اونم یک انسان است اما نمیدونه که ممکن از روی فهمیدگی اومده باشه به طرف اعتیاد، ممکن از روی نفهمیدگی. وقتی که با اونا همدل شدیم اما در حقیقت اما اعتماد از او را ما کسب کردیم، او زمان از همه چیز بود بر ما میتونن براحتی بگوین. بخاطر از همین است که ما اصلی که داریم روانشناسا اصل راز نگهداری است. ما هیچ وقت یعنی با نام نمیخوایم یعنی داستان و مراجع خدا برملا کنیم به کسی، حتی به فامیلش. در بعض موارد وجود داره که حتی فامیل ما دون آگاهی نمیدیم. در بعض موارد ما فامیلا را مدخل میسازیم در تداوی، اون خیلی موثر تمام میشه. جناب دکتر صاحب، یک موضوعی را شما قبلا اشاره کردین که شما میخواین که درک کنین که فرد مواد استفاده میکنه و او یک روش علمی است که شما پرسشنامه و ایگپا دارین. و یکی خانواده است، موضوعی که خانواده با این فرد معتاد است که مثلا یک فرد از خانواده معتاد شده تابلت استفاده میکنه. چطور خانواده، پدرها، مادرها، برادر، خواهر، اینا چطور درک کنن که یک عضو خانوادهشان از تابلت استفاده میکنه و معتاد شده؟ قسمی که بیشتر روی علائم خود تابلت که صحبت کردیم، یعنی سوال خیلی خوب هم است که باید خانواده آگاهی پیدا کنن. میبینین یک فرد بدون کدام دلیل پرخاشگری میکنن در خانواده، بدون کدام دلیل بی‌حوصلگی میکنن، بدون کدام دلیل مثلا پول مصرف میکنن. مصرف پولشان معلوم نیست که در چه مصرف میکنن. ببینین که گاهی اوقات در خانه نشسته بالا یکی شک میکنه، بالا دیگه شک میکنه. این علائم خود مصرف تابلت که است. ببینین اکثر اوقات وقتی که صحبت میکنن دندانهای خود یعنی با که دیگر تکر میدن به اصطلاح عام میجوان دندانهای خودانه.
اکثر اوقات ببینیم که یک فرو رفتگی در قسمت های مثلا چشم برزینو پیدا میشه، بدون دلیل تشویش کردن، بدون دلیل مثلا یعنی برهم زدن فضای صمیمیت خانواده می باشه او رو برهم میزنن، حتی بلت کوب بعض اعضای از خانواده می انجامه. اینی علائم را که مثلا میبینن کدوم دلیل موجود نیست، طبعا اینا میره به طرف فاز مصرف کردن مواد مخدر. خب یک خانواده، اعضای خانواده فکر کنین که فهمیدن که یک عضو از خانوادهشان تابلت یا هر مواد مخدر دیگر استفاده میکنن و یک یا چند علائم هم دارن، روش درستش چی است؟ آیا متقاعد بسازن امو فرده که به رضایت خود بره به مرکز تداوی، یا بسیاری از خانواده است که به جبر و اکراه میبرن امو فرده به تداوی؟ دقیقاً مورد خوب خودتون اشاره کردین، گفتین که باید اونا را یعنی متقاعد بسازن که برن به طرف ترک یا به طرف تداوی. طبعا خیلی محترمانه، خیلی به شکل باشه که اونا را توهین نکنن، تحقیر نکنن و در پهلوی از او مورد لطکوب قرار ندن که عقده ها صورت میگیره. در این مورد دینی مراحل خود فرد یعنی باش صحبت شوه، از ازرار رازی بیشتر هم برشان گفته شوه. داستانای بعضی از مریضای دیگه که فامیل از دست دادن، همه چیز از دست دادن و بالاخره سرانجام مرگ تدریجی که هسته او را تمش میچشن برشان بگویه. باز هم که در این مورد مثلا سودمند تمام نشد، بیارنش با طبعا فعلا در جامعه ما شما زندگی میکنیم که یعنی به او سطح آگاهی ها صورت نمیگیره، برنشون یعنی تسلیم شفاخانه بسازه و یا هم فعلا برای بعضی حوزه های مربوطه هست شکایت کنن توسط از اونا یعنی گرفتار شده برنشونه. بعد یک چیزی که وجود داره، من چند روز قبلم از یکی از کسا بود که من یک مریض دارم چطور کنم، من نمیتونم، اون قبولم نمیکنه، چیکار کنم؟ من گفتم میتونین تا دهن دروازه شفاخانه به یک چهل نیرنگ بیارینش تسلیم از اینا بسازین. میگه ما رو تهدید میکنه. وقتی که هر اون کسی که مرا به طرف شفاخانه ببره من که برایم باز طبعا یا او را میکشم یا خدا، اینتر اختارا را میتن. طبعا او در عالم قسمی که گفتیم در عالم بی خودی است، نمیدونه. وقتی که بگذار تهدیدهای خدا داشته باشن اما برینش به تداوی. در تداوی که آوردش طبعا بعد از امو 45 الی 90 روزه که سپری کردن با وصف ازی که اونا رو به کارا نکنن که وقتی رو در شفاخانه آوردن دیگه اصلا دیگه به دیدنش نبین، که مدام باید اینا خودشان خود سهیم بدونن در تداویش، او زمان سودمند تمام میشه که طبعا اونو عقده ها دور میشه. ما کیس های رو داشتیم خوشبختانه، یک ماه قبل بود که یک از بیماری خودم مرخص کردیم. در اول روز اولی که می اومد خیلی در تشنج، پرخاشگری، انتقام جویی و اخطار دادن به پدرش بود، اما روزی که مرخص شد با لبخند در آغوش گرفتن پدر، دستبوسی پدر و ندامت پشیمانی و فعلا هم مدت یکی نیم ماهش که در حالت پاکیز جلسات تعقیبی خود انجام میده، خیلی خوشحال یعنی تاثیرگذار است. بگذارینشون بیارینشون، با جبر شد با هر چیزی که شد بیارینشون، بخاطر که ممکن بعضی مریضا تن نتن به نصیحت. یعنی در قدم اول باید نهایت تلاش شود بله که با رضایت خودشان بیاین به بله. تداوی. اگر نشد مشکل نیست از جبرم استفاده کنن. وقتی که پیش شما مین دکتر صاحب در مرکز ترک، ایجا شما گفتین 45 تا 90 روز سپری میکنن، کدام مراحل را اینا طی میکنن که بعد از او اینا از مواد پاک میشن و مرخص میشن؟ خب در اما قدمه های ترک اعتیاد در مراکز درمان اعتیاد قسم است که اولین زمان اینا که مراجعه کردن به شفاخانه بستر شدن، اینا وارد مرحله سمزدایی یا دیتاکسیفیکیشن، یعنی در حقیقت مواد سرطان قطع میشه مکمل، دارو درمانی شروع میشه با اینا. در مدت 1 الی 15 روز مریض تحت درمان به شکل دارو درمانی قرار میگیره که در اینجا دکتر صاحبای بخش صحت روان، دکتر صاحبای بخش داخله و نرس ها
با اینا مداخلات می داشته باشن. جز حالتهای حاده که یک مریض افکار شدید خودکشی می داشته باشه که روانشناس دیگه مداخله میکنه. در غیر از صورت در مرحله اولیه اصلا کدام مداخله نداره. بعد از 15 روز اینا وارد فاز مرحله دوم خود میشن، به معنی ریهاب یعنی بازتوانایی. یعنی در حقیقت امو مهارت‌های دست رفته که قبلا در دوران اعتیاد او را دست دادن، ما در مدت 30 روزی که میشه، یعنی 45 روز 15 روزش دیتاکسیفیکیشن شد و 30 روز دیگه از اینا را روانشناسا و کانسولرها و سوشال ورکرها اینا با اینا کار میکنن. هم به جلسات انفرادی، هم توسط جلسات گروپ درمانی، هم مشاوره های گروپی، مشاوره های انفرادی، مشاوره های اجتماعی با اینا کار میشه. همچنان خوشبختانه معلمان دین، آموزگاران دین با ما در این عرصه خیلی مفید تمام میشه. آموزه های اسلامی رو به اینا توضیح میدن، از پیامدها، از حرام بودن مواد. ممکن بعضی مریضا باید تصور هستن که تنها شراب حرام است، نوشیدن دیگه تمامی مواد مخدر در قرآن ذکر نشده، اما اونا آموزگار دین ما توسط آموزه های دینی اینا رو درمان میکنن. و بعد از اینا ممکن یک فرد دوام کنه، یعنی مدت 30 روز روان درمانی اکتفا نکنه بخاطر درمان از اینا رو یک دوره دیگه هم 45 روز ما همراهشان کار میکنیم. بعد از اینکه مرخص شد، ما یک پروسه تداوی دیگر هم داریم، تداوی تعقیبی است، یعنی فالو اپ. اینا با مدت 1 سال جلسات منظم تعقیبی خود اینا پیش میبرن. اونا قسم است که جلسات تعقیبی از اینا در 3 ماه نخست، در هر ماه 4 بار اینا باید مراجعه کنن. در کل در خانه هستن، بر 1 ساعت میان به جلسه. در هفته جلسات خود با روانشناس خود میگیره و بعضی کارخانگی ها تکالیف برشان داده میشه، برنامه ها برشان داده میشه که در طول 1 هفته اونا رو پیش ببرن. در 3 ماه دوم اینا در هر ماه 2 بار مراجعه میکنن و در 6 ماه اخیر اینا در هر ماه 1 بار مراجعه میکنن. وقتی دفعات یعنی هر قدر که دورتر میشه و ملاقات ها کمتر میشه، بخاطر که اینا توانمند شده میرن، توانمندی را احساس میکنن. و مهمترین مرحله هم همین مرحله است که تعقیبی، بخاطر که مریض در شفاخانه های ترک اعتیاد دسترسی به مواد مخدر نداره، تمام چیز قید است. وقتی که اینا جلسات تعقیبی را میگیرن، طبعا اینا با مواد روبرو هستن، با ساقی روبرو هستن، با مشکلات روبرو هستن، در خانواده، در همه جا. اینا دیگه توانمندیشون روانشناسا با خاطر از همین توسط جلسات بالاتر میبرن. شما قبلا در مورد خانواده یاد کردین و از یک بیمارتان قصه کردین که بسیار روش خوب تداوی شد و مرخص شد. میشه بگوین که مسئولیت خانواده در پروسه درمان معتاد چی است؟ باید چی کارایی کنن که اما پروسه درمان به بسیار شیوه خوب پیش بره و چی کارای اشتباهی است که نباید بکنن؟ یک چیز فراموش ما شد که فامیلی تراپی هم داریم ما. یعنی فامیلی تراپی یعنی مشاوره فامیلی. مشاوره فامیلی خیلی سودمند است. فامیلا یک چیزی که باید خیلی خوب گوش کنن. همین قسمی که نمونه به شکل مثال آوردم، گفتم اونا هر هفته احوال از همو پسر خدا رو میگرفتن. خودشان میگفتن که اینی مشکلات ما داریم در خانه، بایی داشتیم که چگونه پیش بریم. با اونا ما جلسات فامیلی ست میکردیم، همراهشون مشوره میکردیم که در قدم اول خود جلسه خود با پدرش میشتیم و بعدن با خود مراجع به تنهایی، بعدن با هر دو رو با هم یک جا مشوره های فامیلی میدادیم. باید اینا مکررن احوالگیری داشته باشن، به شکل از این نباشه که اونا رو در شفاخانه رها کردن. میدونیم که ما خیلی بیمارا خانواده ها رو خیلی رنجوندن وقتی رها نکنن. یعنی خود من حیث عضو از اونم درمان یا احساس کنن، بیاین به تداوی روانشناس. اینا باید مجبور بسازن بیاین بگه ما نیاز داریم امروز با ما کار شوه و خیلی مسئولانه باید انجام بدن، غیر مسئولانه نخیر. یعنی کار نشه که وقتی که با ملاقات میرن توهین، ترغیب و همچنان از حقارت بودن باز هم برای مریض خود نگوین، باز هم او را به نام
القابی که خود از اونا دارن، پودری، سیت و تریاکی، تو هنوزام جور نشدی، هنوزام مریض ممکن پرخاشگری انجام بده، ممکن تشنج داشته باشه، اما بازم بپذیره. خدا بگوید که من در کنارت هستم، من ایست یک سرمایه، ما خانواده من ایست یک سرمایه صحتیابی برای مریض میشماریم، یعنی خود قوت هستن برای خود مریض. این چیزا رو باید در نظر بگیرن. یعنی تا زمانی که اگه خود فامیل مسئولانه همکار با خود روانشناس بوده باشن، میتونن که تداویر خیلی به شکل موفقانه انجام بدن. و جناب دکتر صاحب، آیا پروسه ترک یک پروسه هزینه بر است؟ آیا زیاد هزینه داره؟ هزینه است مالی؟ بله، چون بسیاری از خانواده فکر کنم که تشویش از این را دارن که اگر بخواین عضو خانواده خود تداوی کنن که مواد مخدر ترک کنه، یک هزینه بسیار زیاد داره. میشه در این مورد؟ نه خیر، نه، خوشبختانه شفاخانه ترک اعتیادی که ما داریم در شهر کابل و در هر ولایت همچنان است، مجانی است، رایگان است، هیچ کدام مصرف سر اینا نمیاد. چیزی که با پیوازی همکارای محترم که میتن میاین یا کدام خورد و خوراکی یا برای خودشان است، در حقیقت دیگه هیچ کدام هزینه نداره. هیچ هزینه بار از اینا وجود نداره، جزی که مراکز ترک اعتیاد به شکل شخصی هستن، اونا رو نمیدونم که با کدام پیمانه پول میگیرن. ممکن یک پیمانه گزاف باشه که بعضی فامیلا که توانمندیش ندارن میترسن که در کجا ما تداوی کنیم، نمیفهمن. اما مراکز دولتی در خدمتشون است، میتونن همیشه بیاین، در شفاخانه برای همگی باز است، مجانی است. دکتر صاحب، یک مشکل که همیشه وجود داره در بین معتادینی است که زمانی که درمان میشن، بعد از یک چند مدت اینا دوباره به مصرف مواد رو میرن. چی کارایی را امی فرد معتاد انجام بده، یا ای که خانوادهش مسئول است که باید چی کارایی را انجام بدن که این فرد دوباره به اعتیاد رو نبره؟ من پیام همیست که افرادی که استفاده میکنن و پس دوباره میان به طرف ترک، پس دوباره مصرف کردن، میگن که چگونه ما یعنی نمیتونیم که موفق شویم و چگونه باید مثلا کارهای را ما به شکل درستش انجام بدیم. 3 اصطلاحی که بین خود از اینا مروج است، با ذکر از اونو این خیلی مثال بدم. اینا باید این 3 مورد رها کنن، در حقیقت با اونا هیچ وقت مواجه نشن. یار بازی در حقیقت هم دوستان مصرف کننده است که یا خودشان یار بازی رو خطاب میکنن، امپره هایشان. میدان بازی هم محیط است که اینا مصرف میکردن. اون محیط فرق نمیکنه که در یک کنار دریا باشه، در یک چمن باشه، یا یک چهاردیواری باشه، یا یک اتاق باشه، اینجا رها کنن. و توپ بازی در حقیقت هم خود مواد مخدر است، هم آله هایش در بر میگیره، هم انواع مواد در بر میگیره. این 3 مورد رها کنن. در پلوی ازی ما در همون جریانه که جلسات با اینا در مدت 30 روز در مرحله باستانی با اینا انجام میتیم، ما شیوه های کنترل یا پیشگیری از اوت یا پیشگیری از برگشت به اینا آموزش میدیم. که از جمله اولین چیزی که به اینا خیلی آموزش داده میشه مهارت های نگفتن است. مهارت های نگفتن، چگونه به ساقی نه بگوین و چگونه به دوست خود نه بگوین. اس جرأتمندی رو در اینا پرورش میدیم ما. همچنین مهارت های حل مسئله رو با اینا کار میکنیم. حل مسئله چون یک مشکل ایجاد میشه، اگه توانمندی از این نداشته باشن که مشکل حل کنه، طبعا میره به طرف مصرف. باید به شکل مدیریت شده با مهارت شده مشکل حل کنه. مهارت های تصمیم گیری است، مهارت های تفکر است، مهارت های ارتباط مؤثر است، مهارت های خودآگاهی است، مهارت های تفکر انتقادی است. اینی مهارت ها را در کل مهارت های زندگی را ما به اینا آموزش میدیم. با وصف که کدام مشکلات دیگه که ناشی از خود اختلال سوی مصرف مواد یا هم استفاده سوی مصرف به اینا پیش میشه، در فاز شدید افسردگی می باشه، اضطراب می باشه، طبعا با اینا مداخلات بیشتر میشه، بود مسلکی تر شده میره، تخصصی تر شده میره که در اون زمان هم دارو درمانی نیاز میشه و هم روان درمانی که اونا به شکل با جلسات از اونا باید پای هم باید پیش ببرن که اینا خیلی سودمندتر است. اما اینی توصیه است که باید در خانواده ها مثلا اینا را اصلا با اون کسایی که مصرف میکرد با اون دوستا قطع رابطه به شکل همیشگی داشته باشه، در اون محیط ها نرن، در اون محیط های پرخطر نرن. اگر فامیل ها میخواین که چگونه با اینا مراقب باشن، باید
نظارت به شکل داشته باشن که خود مریض احساس نکنه که اینا مرا نظارت میکنه، به شکل دوستانه باشه. واسه که مثلا اعتماد نمیشه که برشون پول بده، که میگه تا دکان مثلا بالای کوچکترین عضو خانواده اعتماد میشه که این 50 افغانی را برو یک چیزی بیار از دکان، اما به این نمیته میگه که مصرف نکنه بیرون نره. میشه برشون بده بگه یک نفر بگه که این گرفته هر دوتون شکر زده برین، اما دوباره پس ببینید که ببینید چی است. یا خودشون میگه بیا که ما با خودت میریم چکر، میگه ما میریم بیا که ما دقه آوردیم، خود فامیلم دقه آورده، یک جا بریم کلم چکر هنوزه خوبتر است. یعنی همون دلتنگی و بهانه ها نشه. ذهن مریض دنبال بهانه است، یعنی بهانه را برای اینا ایجاد نکنه که اونا موفق شون. طبعا مریض از اون ناخودآگاه این بهانه برش پیش میشه، ذهن تحریک است. او زمان باید خانواده ها خیلی محتاطانه باید پیش برن. به یک چیز بسیار خوب اشاره کردین دکتر صاحب، مهارت نگفتن. به باور ما مهارت نگفتن بیماری که محتاج شده او خب باید یاد بگیره دیره. و مهمتر از او افرادی که سالم هستند باید این مهارت یاد داشته باشن. میشه که کم در این مورد صحبت کنین، مهارت نگفتن چطور یاد بگیریم، چطور به بعضی چیزا نبگیم؟ خب مهارت نگفتن خیلی خوب است. طبعا مهارت نگفتن تنها برای کسانی که وابسته به مواد مخدر است نیست، به افراد سالم خیلی مفید است. من هر دو شک خیلی خلاصه تشریح میکنم. افرادی که مثلا میبینه یک فرد برشون میگه بیان که یک شب از این زودگذر از یک خوشی است، یک پارتی میشینیم چند روز خوش میگذرانیم، اما دیگه چیزی نیست که کدام مصیبتی نمیرسونه. در این دنیا باید با جرأت، هر زمانی که یک فرد تقاضا میکنه، فردی که پاسخ میده باید چشم به چشم باش باشه. اگر چشم پایین گرفت بفهم که یعنی حرف از اون نفر بالای تاثیر کرده، ممکن میره به طرف مصرفش. چشم به چشم شده با سر بلند، نه خیر، من نمیخوایم، من هستم اما نمیکنم مصرف. یا اگه زیاد تکرار میکنیم میرم. من مرحله دومش قسم است که با اینا دلیل میاری. نه خیر، من دیدیم افراد را دیدیم که مصرف کردن در کدام حالت هستن، جز خیابان دیگه کسی اونا رو قبول نداره، اما باز هم مکررن توصیه کرده میرن که بیا یک بار از کدام چیزی نداره. در اون زمان کوچکترین ترفند را که ما باید داشته باشیم که در امون مهارت ها ما با مریضا کار میکنیم، یک بار گوشی خود کشته با یک زنگ میزنه میگیره، بله سلام علیکم، چی اوه عاجل میام، خیلی خوب است. یعنی ببخشید دیگه من عاجل برم در خانه که چیز کار عاجل پیش شده، میگه تو بیا خیره بزن باز میریم یک جای میریم ما هم کتان. در این زمان یک قسم او نمود شوه در مرحله دیگه که اینا اصلا برشون قسم دلیلا بیاریم، بگیم من اصلا فکر نمیکنم که تو خودت مصرف از اینا رو کنی و تو باید به دیگه دوستایت توصیه کنی که بیا مصرف کن. من یک کدام فکر بودم و تو خودت چی نشان دادی برای من؟ چی میگه بیا پشتی نشان دادن ها نشو. این چیزهایی هست که چند روز از خوشی است، از این استفاده که جوان هستی تا اندک کدام خوشی و ندیدی، باز هم در این مرحله خود در عالم بی خودی بنداز خود فرد. مثلا چگونه وقتی اونا میگه بیایم مصرف کنیم، والا یعنی حرفای دون اصلا تو نمیشنوی، نادیده است برات، نادیده میگیری. میگه والا دیشب خب یک فوتبال بود، ال کلاسیکو بود که بین ریال و بارسا بسیار خب والا کیف کرد، دیدیم والا این تیم دلخواه ما برنده شد. مثلا او سفید میگه تو سیاه برش بگو، یا او سیاه میگه تو سفید بگو. در این زمان فرد یعنی اقدر یعنی برای خود میپذیره که حرف من برای یک چیز بیهوده است. میبینه که تا این لازم یا مکررن یا تاکید داره که بیا به طرف مصرف، بیا به طرف مصرف. در اون زمان ترک محل ترک و حتی به عقب یک بارم نبینی، امرهای خدا بگیری باید بری. این برای کسایی که در حوزه مواد مخدر است. یک فرد دیگه ممکنه با مواد مخدر سر کار نداشته باشه، مهارت نگفتن باید بلد باشه. وقتی که خودت با یک قلم کار داری، باش ضرورت داری، یک دوست می قلم تبتی، اگه تو مهارت نگفتن بلد نباشی قلم تو ما بگی، اما خودت وقتی که ضرورت داری نیست بشت، اما
رنج میبری ولی کاش میبودمی، کاش نمیدادم من، دچار رنجش درونی میشی. برش میتونی گفته به شکل آرامتر، به شکل صمیمیتر میگی من برای 5 دقیقه دیگه ضرورت داریم کارم تمام شد، بود برای خودت میتونی استفاده کن. اما اکثر کسا مهارت نگفتن که بلد نیست، دچار رنجش درونی در ذهن خود اینا برشان ایجاد میشه. یعنی خلاصه مهارت نگفتنی است که باید هر کار که میخوایم انجام بدیم یا کسی از ما درخواست داره در برابرش باید دلیل بگوییم. بله. بدون دلیل نباید یک کار نه. که یک کسی از ما میخواد انجام بدیم. بله، دلیلای قناعت بخش، دلیلای منطقی، دلیلای باشه که منطق رو قبول کنه باید برشان بگوییم. یعنی ما تحت تاثیر حرفای اونو قرار نگیریم، یعنی اونا رو باید تحت تاثیر حرفای خودمون قرار بدیمش. یعنی با جرأت باید باشون صحبت کنیم. اگر ایسه کم جرأتی دیده شد، اون زمان است که فرد میره به طرف مصرف یا به طرف همون رنجش درونی. جناب دکتر صاحب، بعضی از خانواده هستند که وقتی که میفهمند خبر میشن که یک عضو خانوادهشان معتاد است و تابلت یا کدام مواد مخدر دیگه استفاده میکنن، مواد مخدر بالاش قطع میکنن، او فرد مثل یک زندانی در خانه قید میکنن، فکر میکنن که امیر رقم تداوی میشه. آیا امکانش است که فرد در خانه با این روشای تداوی شوه یا ای که باید به مرکز ترک اعتیاد برن؟ در این دو حالت است. اگر اعتیاد به شکل ابتدایی باشه میشه که در خانه هم چنان درمان شوه، اما با یک شرط که تحت نظارت دکتر باشه، که دکتر متخصص روان به اونا دارو درمانی شروع کنه. مثلا به شکل ابتدایی است، اما شدیدتر باشه در خانه آدم امکان پذیر نیست و او را ولچک زولانه کردن، لطکوب کردن اصلا کدوم سودی نداره. هیچ چیز. اونا باید اگر در فاز شدیدتر باشه، حتی اگر در مرحله ابتدایی باشه، باید مراجعه کنن به شفاخانه ترک اعتیاد، دوجه به سری بسازن مریضه. اگر به شکل ابتدایی باشه تحت نظارت دکتر میشه که ترک شوه. جناب دکتر صاحب، بسیاری کسایی را که میبینیم از دوستای ما، اطرافیان ماست، از چند مواد مخدر مثلا چیزای ساده است مثل سیگرت میزنن یا نسوار استفاده میکنن یا پان استفاده میکنن. اینا را اگر برشان بگی که مواد مخدر است، مثلا یک روز معتاد میشی، هیچ وقت قبول نمیکنن. آیا اینا هم در اون مرحله هستن که قبول نمیکنن که از این مواد مصرف میکنن یا ای که امکانش هست که می افرادم برن به طرف اعتیاد؟ طبعا ببینن زندگی یا داستانای هر فرد که وابسته با اون مخدر شده و در شفاخانه بستری هستن بپرسن میبینن. طبعا هیچ کدام از اینا نامده که دفتن بین شیشه مصرف کرده باشه و یا هم کراک یا کرسال و همه چیز دیگه. طبعا از قدمی اولش شروع کردن. قدمی اولش طبعا همون نسوار و پان و سیگرت و همیشی داسته. وقتی که طبعا با اینا از قدم های اول شروع کرده میرن، ای طبعا آسیب پذیری داره، زمینه ساز است که باید اکثر جوان ها را میبینیم که متاسفانه درگیر مصرف پان هستن بر فعلا، که خیلی شدیدتره. طبعا در بعضی از جاها خوانده ایم و دیدیم که گفتن حتی باعث سرطان بیره میشه، که نمیم چقدر اینا صحت داره تحقیقا، که طبعا کسایی که در این حوزه کار میکنن طبعا توصیه دارن که استفاده نشه. بسیار تشکر جناب دکتر صاحب، واقعا بسیار حرفای خوب و حرفای بسیار مفید گفتین. میشه بگین که نقش جامعه در بهبود امو فرد محتاج چی است که امو اعتیاد را ترک کنه و ای که در برگشتش چی است که چطور جامعه باعث میشه که یک فرد دوباره به اعتیاد رو بره؟ خب جامعه نقش فعالتر خود داره. وقتی که میبینه یک فرد میرن به طرف مصرف مواد مخدر، طبعا هر فرد سالمی که از توصیه خود داشته باشه برش مصرف نکن. این چیزی است که تباه کننده خودت است، تباه کننده زندگیت است، از خانواده دورت میکنه. همچنان اگر تانست یعنی این امکانات وجود داشت که یک فرد است ممکن در یک خیابان افتیده، یک فرد که نه کدام فامیل داره نه دیگه، میتونه کمک کنه ببرش به ترک شفاخانه ترک اعتیادی رو تسلیم کنه، که طبعا این واجبی دینی و اخلاقی یک انسان است که باید انجام بده. و همچنان وقت زمانی که مریض برگشت میکنه میای و جامعه دیگه با دید
قبلی را نبینه، به دید مریض اعتیادی را نبینه. این یک به طوری که یک فرد مرخص شده از اعتیاد باید برخورد شود. طعنه برشان نده، دو دشنام برشان نده، تحقیرشان نکنه. اکثرا بیماران از این نوع شکایت دارن، میگه وقتی که ما مرخص میشه میریم به جامعه بادم ما رو صدا میکنن، او پودری، او چرسی، او شیشه ای، او تابلتی. حتی اگر ما میریم به جای درخواست کاری میتیم، بیگنوان یا پیدا میکنن که ما سابقه اعتیاد داشتیم، کنسل میکنن مصاحبه رو، میگن نه ما شما رو نمیپذیریم. از این نوع رنج میبرن. اگر ما بتونیم گروپ های حمایتی باشه، موسسات باشه که در حوزه کار کنه، خیلی مفید تمام میشه. بسیار تشکر دکتر صاحب، واقعا حرفای بسیار خوب شما گفتین. و اگر بازم بپرسم که پیام اخیرتان برای جوانا چی است، کسایی که هنوز سالم هستند و به طرف استفاده از تابلت و اعتیاد نرفتن، پیام شما به اونا چی است؟ من یک پیام خیلی کوچک برای تمام جوانای ما است که یعنی میبینیم روزانه متوجه باشن، یک بار فکر کنن که یک فردی که فعلا در خیابان است یا در شفاخانه ترک اعتیاد است چی چیز از دست دادن. یک لحظه فکر کنن که نه کدام خانواده باشه، نه کدام مثلا ارزش های دیگه که در جامعه دارن اعتماد باشه، نه کدام شخصیتی داشته باشن، درگیر تمام مسائل باشن. اینا رو با خود فکر کنید که در اون زمان اینا رو کی میپذیره؟ در حقیقت مثل همو بعضی مریضا یک هیولا خود میدانن، در حقیقت همو یک هیولا است که خودشون خود میخورن. یعنی در اون مرحله خود قرار ندن. و همچنان برای جامعه و برای همه مردم این توصیه ما و همیشه شعار ما می بوده، ما باید بیمار روانی ده، در حقیقت خود اعتیاد یک نوع بیماری روانی است، دماغی است، یعنی را شما تحقیر نکنیمشون، یا رو در جامعه بپذیریم، در جامعه بپذیریم و به اینا کمک کنیم. هر آن کمک که دست ما میاد که باید به طرف بهبودی خود فرد باشه، نه به طرف بربادیش. بسیار تشکر دکتر صاحب، تشکر از اینکه به پادکست ما تشریف آوردین. واقعا حرفای بسیار خوب و مفید گفتین برای بینندای ما. تشکر همچنان از شما پارسا صاحب گرامی که دعوت کردین. سلامت باشین. آرزوی موفقیت پیروزی برای شما و برای همه هموطنان دارم. از شما هم تشکر دوستای عزیز که تا اخیر پادکست ما را همراهی کردین. من مطمئن هستم که یک پادکست بسیار مفید و خوب بود. اگر شما هم فکر میکنید که پادکست ها و این گفتگوها برای شما مفید است و ما همین گفتگوها را ادامه بدین، پس ما را حمایت کنین. تا پادکست دیگر شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. خدا نگهدار.